در مرحله انتخاباتی سال 2013 اینجا اساس امید اکثریت بود به حزب سوسیال دموکرات و حزب نهضت اسلام. آمدن اینها یک ائتلاف ساختن و یک شتابی ساختن. کار در عموم دیده میشد، مردم یک نفرایی که به سیاست توجه میکردن یک امیدی در دلشون گفتن خب عاقبت شاید در اینجا یک گپی بشود و اینها غالبیان. اما متاسفانه حالا به انتخابات نرسیده علاقه هر یک از این حزب ها کرپه را طرف خود هر کس میکشید. امبیسیون گروهی اینها را نگذاشتن که برنامه را درست راه اندازی کنند. حتی در همین جا نتونستن. ببینید دو حزب آمد که یک رقابت کنن بر ضد رحمانوف در انتخابات پرزیدنتی، اما امبیسیون حزبی بالاخره ائتلاف پراکنده کرد و تا حاضر یک داغ بین این دو حزب باقی ماندگی است. یک داغ باقی ماند. بالاخره آوردن یک خوب خالمون آوردن با تمام عزت و حرمت احترام بالای اون نفر و هیچ کس در اون میدان دیگه رحم نداد براش، امضا هم هیچ سن یعنی نشد. بالاخره رحمانوف نه علاقه است همین نفرها با امبیسیونشون خودشون شکست دادن. حالا با رحمانوف نرسیده رقابت نکردن تا به رحمانوف نرسیدن، خودشون شکست دادن و پراکنده شدن و رحمانوف هم بازم بدون کدام رقیب با همون حزبای کیسگی خود یعنی که انتخابات باز موفق شد. در اینجا چیکار کرد؟ در اینجا سال 2016 حزب کمونیستی را زیر دست خود گرفت کلا. شادی شبدالوف میدونه که در اونجا اختلافات در آوردن در چیزا. یک نفر موقتا در اونجا راهبر موندن، اون وفات کرد و بالاخره خب امروز چی نام داره این جوانمون مهراج عبداللهیف، ولی مهراج عبداللهیف خب این نفر جوان 70 ساله این آوردن گذاشتن و حتی حزب کیسگی که سال 2005 شده بود اینها را از طرف دو پیرمرد گذاشته بود و بعد از فرصت کوتاه یکیش وفات کرد و دیگریش هم روان کردن دیگر جا در جاشون بود نفری جوانتر گذاشتن، نفرهای 60 ساله هم 60 ساله گذاشتن. یعنی حزب را همه را کیسگی کردن. حزب دیگری که این هم گرفت در این مرحله کیسگی کرد حزب دموکرات بود. حزب دموکرات بود که در ابتدای سالهای 90 از طرف یک چند خب بگم که نفرهای روشنفکری مردم تاجیکستان تشکیل داده شد از این جانب بود و در سالهای 1999 اسکندرов راهبر این حزب شد و وقتی اسکندرov منظور محمد روزی اسکندرov است، وقتی که یک چیز در یادم اومد جانشین شیشلیانی که چوباروف بود فامیلش در یادم زد. خب منظور مینیستر برون تاجیکستان که از ازبکستان روان کردگی بودن جانشینش چوباروف بود. خب و حزب دموکراتی بعد از محمد روزی اسکندرov وقتی که روان کردن داخل زندانش کردن اینجا یک نفر دیگر اومد، مسعودوف بود اگر خطا نکنم، اومد در یک مدتی بود و بالاخره رژیم هم در اینجا اختلاف ایجاد کرد. مسعودوف بیرون کردن و در جاش گذاشتن این دیگر انسانی خوب سید جعفر اسمانوف. یعنی این حزب هم کیسگی کردن. تمام حزبایی که بود در این دوران در این زمان رحمانوف کیسگی کرد. مونده است تنها یک حزب سوسیال دموکرات و در این سال 2013 2020 یعنی مرحله آخرانش غیر از این حزب را همه را کیسگی کردن و وظیفه چی بود پیش خودش. یعنی مرحله یکم اگر سیاستمدارا را بیرون کردن نابود کردن، مرحله دوم قماندان ها، مرحله سوم منطقه ها را زدن همه را به زانو شوندن، مرحله چهارم شد. مرحله چهارم یعنی که ساختار دیناستی خودش، یعنی خودش که باید ابدی گذاشتن. این کاری که در سال 2016 انجام داد، رفراندوم گذارن، یک چند خب چیزهای بی‌معنی را آورد و در بینش خودش گذاشت. یکیش مردم یک فریب داد که مهلتی میتونن که جوانهای 30 ساله پیشنهاد کنن، یعنی خودشون همچون نامزد در انتخابات ها بعضا نفرها فکر کردن که حتی راضیش دن که همین بروه بگذار پیسرش هم بمونه، مهم همین بروه. اما نه پیسرش گذاشت نه کسی، خودش گذاشت و خودش همچون هم باز پیشوای ملت عنوان داد.
یعنی اوکاویچید میگن کو، یعنی که خودشا در سر مردم برای ابدی جو کردن، یعنی دیناستی خودشا ساختن. وظیفه اساسیش اینجا بود. علاکه قدم به قدم اومد به اینجا رسید. در سال 2016 رفرندومی که گذران، البته شما نفرایی که مشاهده کردن میدونین که ما خیلی حرکت ما خیلی کوشش کرد به مردم برسونه، اما متاسفانه نرسید. یک تعداد کمی بود نرسید. اما ما مسئولیتی خودمون اون چیزی که برای خودمون لازم دونستیم، برای مردم، برای آینده مسئولیتی خودمون انجام دادیم. مدت راست و 100 روز ما همه روزه با مردم صحبت، نوارها، دعوتها، پیکت، میتینگ کارها انجام دادیم که مردم این رفرندوم رد کنن. اما یعنی نه تنها رد کنن، نگذارن که تقلب کنه شون، نگذارن که اینا بگذرونن. اما مردم بینم بازم گفت که یک نگاه سردی داشتن به این، اهمیتی ندادن و بالاخره رحمان خوش اعلام کرد پیشوای ملت و غیره و هکذا. خب پارلمان اویلوی کرد، حزب را هم از زیر دست گرفت و خودش پیشوای ملت خواند. اما اینجا یک چیز دیگر رحمان فکر کرد که تمام همه آتش خاموش کرد، تمام همه نفرهای تاثیرگذار از زندان کرد و قتل رسان. دیگر خب قماندان ها نیست، سیاستمدار ها نیست، اما فراموش کرد مردم مهاجر فراموش کرد. هیچ انتظار اونی نبود که یک روزی از داخل مهاجرا یک تعداد نفرها میخیزن، قیام میکنن، مبارز میشون و اینها را نمیشد گر عیبدارشان کنید، تروریستشان بگوید، اکستریمیستشان بگوید، هرچند داد فیوان میزنن نشد. خب یک پسان برآمد حرکت های سیاسی با مثل آزادی عدالت، گروه 24، جوانان برای احیای تاجیکستان. خب این چنین گروه ها برآمدن و عموما دیگر از بیرون شروع کردن، از یک جاهایی که دیگر رحمانوف نمیتونست که مثل پیشتر هر گروهی که در دوام همین سالهای حکمرانی رحمانوف وقتی که پیدا میشید، یک گروهی نوی که پیدا میشید مکسیموم 6 ماه میکشید، نابودش میساخت. اینجا یک متدی نو گرفته شد. خب یک راهی دیگر رحمانوف و ندانست شد و در اینجا در تمام برابر این بردباری های رحمانوف یکی از ضربه های سختی که رحمانوف از 2013 تا 2020 خورد، این یک مرحله دیگری مبارزه بود. من بازم تکرار میکنم، اگر که اینجا گروه 24 نمیبود، جوانان برای احیای تاجیکستان، نفرهایی که منتظری نتیجه انتخابات سال 2013 بدن و بعد از 2013 وارد این میدان شدن، خب چنین نفرها بودن. و اگر که امروز ما مثال نفرهایی که ما هستیم، گروه 24 جوانان و دیگه و غیره ها، اگر که ما وارد نمیشیدیم، این معنای اون را نداره که کسی وارد این میدان نمیشید. بالاخره میشید، یک گروه، یک نفرهای، یک کسایی می آمدن این میدان، این متد گرفته میشید. برای که همه متد ها استفاده بوده شدن، همین متد مونده بود و این متد گرفته شد. بعد در دوام 7 سالی که میبینید رحمانوف زد و تمام کوشش تلاش کرد، نتونست که شما این حرکت هایی که پیدا شدن اینها را نابود بسازن. نفرهایی بودن که خیلی معروف بودن، خیلی خوب قدرت داشتن، بین 6 ماه 5 ماه 10 ماه در نابودشون میساخت. برآمدن بعضا حزب‌ها و گروه ناپدید گشتن. بعضا حزب‌هایی بودن که خب اینا دور نه، مثال بگیم که محمد روزی اسکندرов، حزب سفرعلی کنجف، نفرهای پرقدرت. یعنی وقتی که اینها از بین رفتن، دیگر نفرهای دیگر مکتبشون ادامه دادن نتونستن. ببینید که از بین نفوذشون از دست دادن. خب اما در اینجا یک متد دیگر گرفته شد که بالاخره رحمانوف مجبور ساختن چنین متدی حرکت‌های سیاسی که رحمانوف دیگر هم چون یک پیشتر مثل یک سیاه بود، امروز در فرانسه بود، فردا در ایتالیا بود، یا در امریکا بود، در دیگر جا و پیش هم اینها رو هم تبلیغ میکرد. بالاخره رحمانوف مثل یک بگیم که سیاست موشانه میگن، همون را دیگر برای خودش انتخاب کرد. ما دست امروز در داخل تاجیکستان میرود، ایدی قرود، ایدی کدو، ایدی تمد، ایدی بادرین، همین خیلی میگرده، یک پیدا میشن میگن که در فلان کشور است، باز همون زمان در حال سفر میکنن که پیدا نشن مبارزه در مقابلش. خب و
در سالهای اخیر هم میبینید که سال تا سال حتی نه تنها دیگر حرکت های سیاسی و حزب ها، امروز دیگر مردم داره چون بیدار شدن، مردم دارن امروز هر کس و زمانه هم این چیزا برای ما شرایطی مهیا کردگی است که مثال امروز ما با شما صحبت دارم، برای من هیچ لازم نیست یگام استود یگام چیزی که ما دارم عینان برای صحبت کردن یک تلفن است، یک میکروفون، تمام. من دیگر در پروم نه یگام سوفلیار دارم، نه یگام پروژکتور دارم، نه چیزی نیست، یک تلفن موندن، یک میکروفون همراه شما صحبت دارم. یعنی که زمانه هم چنین شرایط را فراهم آورده است برای مردم که فکر و نظر خودشون هم میگن به یکدیگر چیزی را میرسونن. این خیلی برای رحمانوف سالی مشکل بود. در 2020 یعنی که در این آخری سال در این قرار داریم، رحمانوف انتخابات گذراند. در این وقت ما صرف نمی‌کنیم. ما و شما هممون میدونیم که انتخابات چگونه گذشت. نفرهایی که در پهلوش نامزدیشون هم ماندگان اینها کی هستن؟ همه ما و شما میدونیم. همه ما و شما میدونیم. اینها همون لختک‌ها هستند. اینها نه تنها لختن، اینها جنایتکار هستند. اینها فردا باید در برابر رحمان و دیگر ظالمان به جوابگری کشیده بشوند. اینها واقعا اینها ظالم هستند. اینها نفرهایی هستند که پایه های انمون ظلم هستند، پایه های انمون ظالم هستند، نفرهایی هستند که ظالم نگاه میدارن. اینا هم نفرها هستند. وقت ما در اینم صرف نمیکنیم. باز هم همون تقلب کاری هیچ رقیب نداشت، یعنی که خب اومد قدم به قدم به اینجا رسید. در این مرحله یک خوبی که مردم تاجیکستان داشت، بگیم که مبارزه پیدا شدن. امروز مردم تاجیکستان میتونه با فخر بگه که ما مبارز داریم. میتونه با فکر کنه که تاجیکستان مبارز نمیداشت. اگر همین رحمانوف میبوده، همین مردمی که امروز لبیک میگن، چقدرش مردم شرمنده بوده. شکر که امروز ما مردم مبارز داریم. من با تمام مبارزه فخر میکنم. فرق نداره از کدام حزب، گروه، سازمان از کجا هستن. هر نفری که مبارز است ما فخر میکنم که عضو مردم ملت ما هست، مبارز است و یا ظالم لبیک نمیگه. یا ظالم میره که با تمام قدرت تواناییش تمام چیزا داره لبیکش نمیگه. من با او فخر میکنم که هموطنی ما یه نفر مبارز است، یه نفر چاپلوس نیست، بلکه مبارز است. این بود دستاورد بهترینی میگن که مردم تاجیکستان در این 7 ساله اخیر در مقابله رحمانوف. و شما میدونه که در بیرون رحمانوف باخته است، بله، اما در داخل تاجیکستان بله قدرتش زیادتر است. ما چی گفتنی هستیم در اینجا؟ مرحله دیگری که هست، مرحله 7 ساله دیگر، 7 ساله پنجمی که رحمانوف راهبری میکنه، این مشکل ترین، از همه مشکل ترین زمانی حکمرانی رحمانوف اموالی شریفوچ میشه. این مشکل ترین و مشکل ترینش میشه. مردم بازم صفش بیشتر میشود در راه مبارزه. نفرهایی که در سال 2013 منتظر انتخابات پرزیدنتی بودند و وارد میدان سیاسی شدند در مقابل رحمانوف، در سال 2021 هم نفرهای وارد میدان سیاسی میشن که انتظار انتخاباتی سال 2020 بودن و امیدی بودن که رحمانوف میرود، حداقل پسرش هم میگذاره. حتی به همین هم راضی بودن بعضا نفرها، اما دیدیم که رحمانوف نرفت. در میدان سیاست باز نفرهای بیشتر وارد میشن، نفرهای زیاد، و این مشکل ترین مرحله حکمرانی رحمانوف میشود و امکانیت داره که در همین 7 ساله رحمانوف شکست بزرگ بخوره و کلا دیگر عاقبتش خوب. امیدوارم که عاقبتش اون چیزی که من میخوام براش زندان است. امیدوارم که فرار کردن نمیتونه. امیدوارم که تا اون وقت هیچ دردش نمیزنه، نمیمره، زنده و سلامت میمونه و در اینجا مردم دست بالا میشود. مردمی که امروز خب دیگر من فکر نکنم که اینجا کسی اساس صحبت کردن ما، بله حرکت های سیاسی وقتشون بیشتر در این کارا صرف میکنن، یک سیر اسرارها را بیشتر میدونن، پیدا میکنن، اما اکثریت مردم که دیگر عقل سالم دارن. خب عقل سالم دارن. مهم نیست ما ساعت ها بگویم نتیجه بخونیم، خوب میدونن حرام چی است، حلال چی است، سفید چی است، سیاه چی است، ظالم کی است، مبارز کی است، اینا را خوب میدونن. تحلیل کنین، ببینین هر یک مرحله را، مرحله یکم، دوم، سوم، چهارم
رحمانوف در 4 زمانی که راهبری کرد چی کار انجام داد؟ شما دیگر از این چی منتظرین؟ رحمانوف با هر کاری که قادر بود الکی نشانتان داد. از این زیاد یک کاری نمیتونه. و همه کاری که قادر بود اگر چقدر که آباد کردن میتونه کد آباد کردن شه، چقدر که خوب ظلم میکنن نشان داد که برحم میکشه، فر نداره تو کودک کلانی میده هر کسی باشه. یعنی از نگاه اینا در سیاست درست است. واقعا امروز بعضی نفرات فکر میکنن که چه برای سیاست؟ نه، در سیاست کارهایی که اینها انجام میدن و فهمیش اینا درست است. هر کاری میکنی کرسی طبقه نگاه دار. یعنی سیاست جای مردی و نامردی و مسلمانی و نامسلمانی ندارد. سیاست یک چیز دیگر است برای فهمیش اینها. خب این است. اما شما دیگر خودتون تحلیل کنید که از رحمانوف چی دیگر منتظر هستیم؟ زمانی آمده است که کمر همت بنده در میدان باشین. امروز نه تنها مردمی که خب بگیم که در مهاجرت هستند، نفرهایی که در ساختارها کار میکنند، چی در وزارت مدافعه است، در پلیس هستند، در امنیت هستند، در ساختارهای خوب دیگر ساختارها هستند، خود بروید و نشان بتین مردم از این روحیه میگیرن، مردم قوت میگیره از این. بروید در پهلوی مردم باشید و مبارزه برید. بروید در اینجا مردم شما را منتظر است. واقعا نفرهایی که فر ندارد حافظی، سراینده، سپورتسمنی، معلمی، دپوتاتی، هر نفر امروز وقتی که شما طرف مردم میگرده مطمئن باشین که نام شما نویسنده می شود. امروز 100 نفر 200 نفر اگر که در یک روز هموطنای ما میبرن میگن که ما یک تعداد امروز به صف مبارزان پیوستیم، در تاریخ نویسنده می شود که 100 200 نفر پیوست یک حرکت سیاسی. اما وقتی که شما یک نفرهایی که از داخل اون سیستم طرف مردم میگردن، نام شما علاهیده نویسنده می شود. نام شما علاهیده نویسنده می شود. رو بگردونید برای خودنمایی نه، برای خودنمایی نه، فقط عقل درست رساب کار بفرمونه که واقعا شما در خدمت یک ظالم قرار دارید. رو بگردونید سنی مردم و در پهلوی مردم باشید. رحمانوف وظیفش ساختار دینستی است. امروز فقط ما یک چند دختر پسرش هم میدونیم در رسانه ها، اینا علاقه پکلین سیم شون دارن، میده میده رکلامشون میکنن میبینید. اینها زیاد در بانک ها جا دارن، در تمام ساختارها در اینا را دارن روان کردن. اینها یعنی همه این شاخه را باید به دست بیارن. ساختاری احتمال داره که یه روز نام کشور اینا عوض کنن. احتمال داره. کی میگفت که رحمانوف یه روز میخواد خودش خب پیشوای ملت میخونه؟ کی میگفت؟ کی میگفت که در تاجیکستان روز میشود که رحمانوف از خدا در بیشتر وصف میکنه؟ امروز برای خدا و پیغمبر قدر ما وصف میکنیم، وقت ما صرف میکنیم در داخل تاجیکستان. نه، این قدر وصف، این قدر محبتی که نشون میدن، این قدر وقت ما صرف میکنیم، مبلغی که ما برای رحمانوف، برای رسمش، برای شیار دیگر صرف میکنیم، ما نه برای خداوند، نه برای رسولش، نه برای کسی صرف نمیکنیم. چی میگه؟ اینها آینده باز چنین برنامه ها دارن، اما باید ما شما نگذاریم. مرحله پنجمی که رحمانوف خب پرزیدنتیش ادامه میده مشکل ترین براش است، خیلی و خیلی. از اینه که 13 تا 2020 مبارزان قدر اذیتش کردن، این 7 سال دیگر از اون بیشتر میشه، چون مبارزه باید یک کم اگریسیا بگیره. مبارزه ما باید کمتر اگریسیا بگیره، باید ما کمتر ریتمی مبارزه را عوض بکنیم. ما امیدوار هستیم که مردم شما در صف مبارزه پیوست میشن و ما شما مبارزه را میبریم. امیدوار هستیم.